میدونستید که ایران تو سال 1350 یه جزیره به ارزش 700 میلیون دلار از اسپانیا خریداری کرد؟ شاه ایران در سفری که به اسپانیا داشت یکی از جزایر اسپانیا رو خرید. محمد رضا شاه قصد داشت تو این جزیره ساخت و ساز کنه و هتل‌هایی رو بسازه برای مسافران ایرانی که به اسپانیا می اومدن. اما با انقلاب 57 سرنوشت این جزیره نامشخص موند. جزیره‌ای که میتونست یک ملک شخصی در اسپانیا برای ایرانیان در نظر گرفته بشه. ایران از این ملک‌ها کم تو کشورهای خارجی نداره. یکی دیگه از ملک‌های میلیاردی ایرانیان برج 36 طبقه تو قلب نیویورک در منهتن گرونترین خیابان آمریکاست که متعلق به ایرانه. سازندش محمد رضا شاه بود و ارزش این ساختمان 36 طبقه بیش از 1000 میلیارد دلاره. ساختمان متعلق به بنیاد پهلوی برای نفوذ بیشتر شاه ایران در آمریکا بود. سرنوشت این ساختمان هم بعد از انقلاب 57 از بنیاد پهلوی شد بنیاد مستضعفان. این سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده کشور و مردم و فرزندان ایران